استاد من سوال داشتم که میخواستم مادرم از سال دیگه حج فرضی برام بسیار نیتها داره 67 ساله هم بعد من دو اکا دارم ای پدرم مقصد زندگی نمیکنن جدا شدگن جوابشو دادگی نیستن نگه همین من میتونم که برام مثال به محرم اکا هم ای پس زندگی خودشونه و یا مقصد تیار نیستن برای همه من میخواستم که مادرم برام بسیار مادرم حج فرضی را میخواهم رود شوهرتون است؟ ها هسته شوهرتون اگر رود هم به شما محرم میشد هم به مادرتون اگر هر ستون رویتون ها من میدانم نه که شوهرم راستیش حالی میگم من تیار نیستم نه که پدر من زن یکم داره اکا دارم مثل ردنای و فرزند پدریم هستن در همون سعودیه مقصد محرمی من شیده میتونه و اکای خودمه ما رفت آی داریم مثل گپ میزنیم هم خیلی ما در ویزه کدگه ویزه برای حج عمره نرفتم گفتم فرضی در میرم مثل ما در محرم شیده میتونه نه که برای مادرم چه میشه و همین نمیخواستم بفهمم او فرزندی پدرتون برای مادرتون هم محرم است او مادرتون رو گرفته نمیتونه تا آخری عمرش و امهات و همسران پدرانتون برای شما حرام است یعنی برای برادرتون این مادرتون محرم است لیکن جدا ده باشد یا سعودی ده زندگی میکنه باشد ده محرم برای سفر در کار برای حج خودش نه وای در مکه در زندگی میکنه نه وای حساب نمیشه شما محرم برای سفر در کار برای حج کردنش نه برای از تاجیکستان تا سعودی رفتن در کار ما در روسیه زندگی میکنیم فهمم برای همین حرکت کنید یگان برادرها یا یگان من شوهری خودتون تیار نیستم اینا باید اکن حج رویم اگر باید همون گناه های پیشینه ما نکنیم مفته از همون گناه هاشون میترسد رفتن گیرید آخر انشاءالله کعبه سبب میشد که هدایت یابید سبب میشد که دنیا آخرتون آباد شود و حرکت کنید اون وقتی که عبادتی کلان میکنید به درجه عالی ادا کنید از جمله محرم کتی ادا کردن زنها و شریعت همچون مهربانی برای زنها محرم فرض کرده است نه همچون مشقت کردن مثلا مردک به یگان شرط و شرط برآمده رفته میتوند محرم در کار نه مردک به یعنی شریعت برای مردک آسان کرد و برای زنک دشوار کرده است نه برعکس شریعت برای آسانی به زن یه آدم خدمتگار کرده مانده است که همراهش میری خدمت چه میکنی گفته اینه درست فهمید زنها یعنی یا محرم یا شوهر همراهتون رود تا اینکه خدمت کند پیشی درک شده ایستد مرحمت در گوید خدمت کند آب آورده تیاد هر چیزی حاجتتون میشه رفته مغازه آورده تیاد برای همین در کار است همراهتون رود همچون محافظ تلخ خدمتگار بله فهمم نه برای مادرم میخواستم بفهمم برای همه فهمیدم به محرم نرویتون نه شما نه مادرتون فهمم اگر یک برادر یا یک شوهرتون میرفت یا پدرتون بگذار پدر برید یعنی هم خدمتی پدر میکنید هم خدمتی مادر هم پدرتون به شما محرم میشه هم پدرتون محرم به مادرتون میشه اگر طلاق ندادگی باشن مرحمت